چنانکه این گونه حدیث ها را بعضی‌ها میخوانند میگویند که برای چی درباره گنجشک، برای چی درباره قفس، این چی معنی دارد سوال میکنند. بعضی‌ها حتی محدثان را تنقید میکردند که محدثا در کتاب‌های حدیث یک حدیث‌های میبینند که یگان معنی ندارد، یگان فایده ندارد. میگفتند همین حدیث مثال میآوردند که پیامبر صلی الله علیه و آله از نزد یک کودک میگذشتند، میگفتند که ابو عمیر گنجشکت کجا شد؟ گفت مرد یا رسول الله. این چی معنی دارد؟ میگفتند. امام احمد رحمت الله علیه یک شب به خانه‌شان امام شافعی مهمان شدند. بعد امام احمد پیشتر به فرزندانشان بزرگی امام شافعی را نقل میکردند. وقتی که امام شافعی مهمان شدند، بعد خفتن به آن کس جای خواب دادند و آن کس خواب کردند. وقتی که به نزدشان آبی طهارت مانده بودند به نماز تهجد، سحر به بامداد آمدند که همه آبی سود است. یعنی تهجد نخواندند؟ نه تهجد خواندند و نه بامداد به نزد در نظر فرزندانشان به طهارت رفتند. فرزندانشان که پدر این چی امام است که نه به تهجد خیست و نه بامداد خواند به طهارت. درباره امام شافعی به طهارت گویا که بامداد خواندند. بعد امام احمد پرسیدند که فرزندان همین گونه سوال کردند در حق شما، گفتند که من از حدیث ابو عمیر من فعلا نغیر گنجشک که چی شد؟ گفت مرد یا رسول الله. 70 مسئله برآوردم همین شب. یعنی در جایگاه اگرچه دراز کشیده بودن لیکن خواب نبودن، استنباط کردن. یعنی چی است 70 مسئله؟ چی در نظر 70 مسئله فایده برآوردن. 70 مسئله معناش به 70 سوال جواب. مثال این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نماز جماعت می رفتند، کودک را می دیدند و ابو عمیر گنجشکت کجا شد میگفتند، لیکن او را نمیگفتند که خیز وقتی نماز شد به نماز رو. نماز جماعت دلالت میکند که به کودکان فرض نیست، واجب نیست. این چنین کودکی پیشتر از این گنجشک بازی میکند، بازی کودکان رو پیامبر صلی الله علیه و اقرار کردند که کودکان باید یعنی نصیبه از بازی هم داشته باشند. اسلام نمیگوید که یعنی 24 ساعت علم آموزی، یعنی برای کودکان یا وقتی معین برای بازی هم باید جدا شوند، چون پیامبر صلی الله علیه و اقرار کردند بازی کودکان را. دیگر این است که اگر پرنده یا حیوانی را، جانوری را در قفس نگاه داشتن اجازت است، به شرطی که آب و طعامش را در وقتش دهید. چون پیامبر صلی الله علیه و نگفتن که این گنجشک سرته، نگفتن در وقت زنده بودنش، بلکه اقرار میکردم. و مثال دیگر این که ابو عمیر معناش پدر عمیر. پدر عمیر حالی خودش کودک است، الکی با کنیه نامگیری میکردن. یعنی این دلالت به جایز بودن آن شخصی که حالا فرزند ندارد و الکی کنیه گرفته است برای خودش یا برای او کنیه گذاشته‌اند. خیلی که مادر مومنان حضرت عایشه هم ام عبدالله گفتن، مادر عبدالله بودن. و غیر از این عمیر تصغیر اسم عمر است، یعنی عمرچه. یعنی اجازه است که یگان نام را با صیغه تصغیر نام بری کنیم. مثلا حسن حسن است، حسین حسنچه است، ترجمهش با صیغه تصغیر آمده است، یعنی خرد کرده شده است. یعنی اجازه هست که نام ها را با صیغه تصغیر هم استفاده کرده شود. این یک مثال. یعنی این گونه امام شافعی شب خواب نرفتند و 70 مسئله برای حدیث مسئله از یک حدیثی که بعضی ها میگوید که برای چی این گونه حدیث هایی که شاید معنی ندارد اما در بخاری است، اما این گونه یک موضوع وسیع بوده است و چقدر حکمت های داشته بوده است.